شغل چی عمو؟ نمایشگاه گوسفند داره. وای آرمان چقدر خوشگله بچه‌ها. آرمان سارگو محیط بزنم. بفرست تو دروازه دیگه. بفرسته. همین داری با گوسفندا فوتبال بازی میکنی؟ همچی گوسفند نیستم برا چاریت جلو. چی پف؟ با چند تا گوسفند شروع کردی؟ با 2 تا. پس چرا اینقدر زیاد شدن؟ زیادترش گذاشتم خودم اما رو بردم بالا. عمو نمیخوای بزنی توی کاری دیگه که درآمدش زیاد باشه؟ 10 میلیارد سرمایه. گوسفندان زندگی خود را قربانی کنید. بابایی چه بازی گوشی دیریرین مثل منی باهوشی دیش دیریرین. اینا اسمش گوسفند وگرنه گوسفند واقعی توی رفیق. چند سالته عمو؟ 95. دروغ میگی، خیلی جوان‌تر از این حرفایی. نه عمو جان مگه آدم توی طبیعت پیر میشه؟ بی ادبی نمیکنم. فقط نه دخترا به تو میگن کیوت ولی به من میگن گوسفند، یعنی منم کیوتم. قابل توجه فالوورینگای عزیزم سورپرایز اما اصلا گوسفندای کار کرده و بدون رنگ از مدل 1391 4444 با برگه کارشناسی هر مدل خاصی میاریم ببر. راست میگن تو جون گوسفند کنه داره؟ نه کی گفته؟ چرا بسیش؟ واسه که نره. یعنی اگه ماده بود نمیبستی؟ نه که ماده. خب چرا بازش نمی‌کنی؟ واسه که نره. ای بابا منو اسکول کردی. مگه گوسفند به جنسم داری؟ رفیق 4 تا از خاطرات تعریف که فردا قرار پاچت کنه. تکنولوژی گوسفند که دم داره. رفیق گوسفند یک بشه آیا مزون بشه. اون گوسفند چند داره من؟ 60 میلیون. اوه چه گیرون قلب کشش بیا کاشتم. مدارسی گوسفند چه ویتامین داره؟ نه چه ویتامین داره؟ ویتامین G. ندیده، نویره، نتیجه، نوه، بابا بزرگ.